درود بر شما بینندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های سایکو اسپورت کلاب. در خدمت شما هستیم با حضور جناب دکتر عزیز. منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، پر از نشاط و انرژی انشالله. امیدوارم که امروز بتونیم مفید باشیم. سلامت باشید. جناب دکتر، موضوع بحث امروز ما چیه؟ در چه رابطه‌ای قرار صحبت کنیم و چه چیزی رو قرار به بینندگان عزیز منتقل کنیم؟ خواهش می‌کنم. من قبل از اینکه بیام برای برنامه خیلی به موضوعات متفاوتی فکر کردم، ولی یکی از موضوعاتی که امروز در جوامع مختلف اپیدمی هستش و خیلی مهم راجع بهش صحبت کنیم بحث استراب و استرس هست. همینطوری که میدونیم استراب و استرس امروز به دلیل رشد گسترده در واقع اینفورمیشن و اطلاعات در جهان امروز و تکنولوژی و سوشال مدیا و در واقع اطلاعات متفاوتی که و پیچیدگی‌های رفتاری که در جوامع مختلف برای انسان امروز پیش اومده، معمولاً انسان دچار استراب و دچار استرس میشه در موقعیت‌های مختلف. فروید از استراب با عنوان درد روانی نام میبره و میگه که در واقع بذارید من اینجوری براتون توضیح بدم که اگر ما یک بیماری جسمی در واقع به صورتی در بدن ما شروع بشه، یکی از اولین نشانه های بیماری های جسمی که ما در واقع توجه حالا هم شخص و هم پزشک بهش جلب میشه تب هستش. به نوعی استراب رو تب روانی میدونن، یعنی استراب هم علت هم معلول، هم به وجود آورنده در واقع اختلالات روانی و جسمی هستش و هم معلول در واقع اختلالات. من خیلی دوست دارم توضیح در مورد استراب رو خیلی ببرم به سمت یک روانشناس بزرگ فرانسوی به نام خانم کارن هورنوی که در این زمینه خیلی به صورت بسیار دقیقی روی موضوع توضیح میدن و میگن که انسان وقتی که به دنیا میاد، برای اینکه مثل یک درخت، مثل یک در واقع بذر، برای اینکه رشد و نمو پیدا کنه نیاز به یک سری در واقع ارزم به حضورتون که ویتامین ها و املاح و حالا اکسیژن و حالا آب و هوای مناسب داره. انسان وقتی به دنیا میاد در دوران نوزادی، برای رشد جسمی خب طبیعتا نیاز به شیر مادر داره و غیر از اون حداقل در 6 ماه اول به چیزی نیاز نداره. ولی شاید ما نمیدونیم که انسان وقتی به دنیا میاد از اولین روز و حتی قبل از امروز ثابت شده قبل از به دنیا آمدن. برای همین میگن امروز میگن که تربیت فرزند قبل از تولد شروع میشه. حتی برمیگردن به دورانی که میگن شما زمانی که ازدواج میکنید آیا میخواید یک همسر بگیرید برای خودتون یا یک مادر انتخاب کنید برای فرزندتون. یعنی اینا چیزایی که باید بهش دقت بشه. حالا ما در مواقع در اون زمانی که لازم باشه راجع به اینا توضیح خواهیم داد در بحث عشق و ازدواج و 100% هستی. عرضم به حضورتون که استراب حتی از قبل از تولد شروع میشه، به خصوص اگر مادر در دوران در واقع حاملگی به دلایل متفاوته، چه از طرف حالا خانواده به هر دلیل تحت استراب و استرس باشه، این بدون شک خونی که در رگ‌های مادر جریان داره همون خون در رگ‌های نوزاد هم جریان داره و این منتقل میشه و کودک حتی در گفته میشه امروزه و خیلی در واقع این هم پزشک‌ها و هم روانشناسا بهش اذعان دارن که حتی ممکنه یک کودک در درون رحم مادرش دچار درد و حتی دل درد و یک سری چیزایی از این شکل بشه و اینها همش ناشی از استراب و استرس هایی است که در به شکلی به نوعی در خون مادر در جریان هستش و اون در واقع رفتارهای روانی و اون واکنش‌های روانی که یک مادر در موقعیت‌های مختلف نشون میده، اینها خیلی از وقتا در واقع به فرزند منتقل میشه. خانم هورنا اینجا میگه که بعد از اینکه فرزند متولد شد در 6 ماه اول
نیاز به توجه، نیاز به محبت، نیاز به مهربانی. میدونید که بچه زمانی که کودک هست و نوزاد هست به دنیا میاد، گاهی به دلیل گرسنگی گریه میکنه و گاهی اصلا نیازی به غذا هم نداره ولی گریه میکنه. اینجاست که گفته میشه که مادر توجه در واقع فرزند توجه مادر رو میخواد به دلایل متفاوت در جوامع مختلف، در فرهنگ‌های مختلف. ممکنه مادر به هر دلیلی خودش درگیر مسائل متفاوتی باشه، با همسرش، با خانواده‌اش و با حالا به هر دلیلی دیگه نتونه این فضای امن، این فضای محبت آمیز، این فضای سرشار از توجه و نوازش رو برای فرزندش ایجاد کنه. اینها در واقع این فرزند به صورت روانی مضطرب بزرگ میشه، دچار اضطراب میشه، برای اینکه نیازهای اولیه روانیش بهش منتقل نشده و این از اینجا اضطراب شروع میشه. البته ناگفته نماند، من دوباره برمیگردم به فروید که فروید میگه تولد خودش بزرگترین ضربه و اضطراب برای نوزاد. وقتی متولد میشه از یک دنیای امن و آرام و راحت وارد یک دنیای دیگه میشه که همونجا شروع به در واقع اضطراب از اونجا شروع میشه. ببینید اضطراب به صورت ماهیتی، به صورت ذاتی چیز بدی نیست، یعنی در همه انسان ها وجود داره و حالا اگر جایی گفته میشه که بیایید در فلان کارگاه و فلان سمینار و فلان نمیدونم کتاب رو بخونید که اضطرابتون در واقع پایان پیدا کنه یا از بین بره، اینا خب چیزایی که درست نیست. یعنی شما فقط ما میتونیم اضطراب و استرس رو کنترل کنیم، نه اینکه از بین ببریم. و هر انسانی از لحظه‌ای که متولد میشه تا لحظه‌ای که میمیره هم اضطراب و هم استرس رو در موقعیت‌های مختلف در واقع خدمت شما عرض کنم که تجربه میکنه و درست مثل درد نیاز هستن برای در واقع حرکت انسان. ببینید شما اگر درد رو در بیماری‌های جسمی نداشته باشید چگونه میتونید متوجه بشید که دچار فلان درد؟ حالا درد اصلا بیماری وجود داره. بله، درد و تب. در بیماری‌های روانی هم اضطراب همونجور که خدمتتون عرض کردم علت بسیاری از اختلالات روانی در انسان اضطراب هستش. ادامه میدیم بحث خانم هورمان رو که زمانی که شما اون ویتامین های اولیه روانی، اون احتیاجات و نیازهای اولیه روانی رو کودک دریافت نمیکنه از طرف خانواده و بعد وارد جامعه میشه، بزرگتر میشه، وارد جامعه میشه و مجددا این نیاز پیدا میکنه، این محبت و این در واقع خدمت شما عرض کنم که توجه رو خب از مادر وقتی دریافت نکرده کم کم میره سراغ دیگران. و حالا این اصلا یک بحث بسیار طولانی است که هورنهای اونجا توضیح میده که بعداً افراد به سه گروه تقسیم میشن. انسانهایی که ابتدا شروع میکنن به مهر طلبی، به محبت طلبی، برای اینکه من اینجا یک روانشناس دیگه رو در واقع در مورد نظرش در این مورد بهتره که توضیح بدم. اینجا خانم آقای اریک برن اون از دیدگاه دیگه‌ای به این موضوع نگاه میکنه و خیلی قشنگ ایشون رو توضیح میده که شما زمانی که در واقع اون نیازهای اولیه رو دریافت نمی‌کنی با خود و من درونی در واقع دچار یک نوع تعارض و تضادی میشی، دچار یک ناشناختگی و ناهمگونی میشی که برای اینکه بتونی این در واقع ضعف و این در واقع خدمت شما عرض کنم که کمبود رو جبران کنی نیاز به جلب توجه، نیاز به مهر طلبی پیدا میکنه و انسان گاهن دیده میشه که حالا از در سنین مختلف نیاز به محبت و مهر طلبی در مهر دیگران داره.
اما بعد از مدتی خدمت شما عرض کنم که میبینه که با مهرطلبی به نتیجه نمیرسه، اون چیزی که میخواد بهش داده نمیشه و شروع میکنه به خشونت طلبی و پرخاشگری. مدتی که اینجا هورنا اینو میگه برتری طلبی. شما برای که برتری در واقع خودت رو، اون ضعف ده، اون خواسته درونی و اون نیاز درونی که داری رو در واقع دریافت نکردی، خدمت شما عذرخواهی میکنم، باعث میشه که شما برای دست پیدا کردن از یک راه دیگه ای وارد شی، برای اینکه این نیاز و این کمبود رو در واقع خدمتتون عرض کنم که به دست بیارید. زمانی میگذره و شخص به این نتیجه میرسه که از این مسیر هم نتونسته آن چیزی رو که میخواد، ببینید چقدر واقعا اینها نیازه. در پرورش کودک عذرخواهی میکنم، عرضم به حضورتون که گفته میشه خیلی چیزهای، حالا من انشالله در آینده جلسات رو در واقع برنامه قطعا مناسب و مختص حالا پرورش کودک و تربیت کودک خواهیم داشت که چطور این فضای امن، بیشتر ما خانواده ها وقتی فرزندمون رو خیلی دوست داریم و به سمتمون میاد و تقاضای نوازش میکنه از ما، تقاضای محبت میکنه، تقاضای توجه میکنه، ما بهش قاقالیه میدیم به جایی که نوازشش کنیم، به جایی که بهش محبت رو ورزیم، براش لباس میخریم، براش هدیه میخریم. درسته اینا هم لازمه، اما چیزی که کودک نیاز داره توجه هستش، نوازش هستش، محبت هستش. ببینید این کودکی که از ابتدا اینها بهش داده نشد به کجا میره بعدن؟ اینه که فروید بعدن ها میگه چیزهایی در ناهوشیار و در ناخودآگاه ما در کودکی شکل میگیره که در بزرگی بدون اینکه به آنها دسترسی داشته باشیم، بدون اینکه بدونیم چرا من این کار، خیلی از وقتا میگیم دست خودم نیست، من این فلان کارو میکنم دست خودم نیست. راست میگه، به دلیل اینکه اون شخص و اون فرد تحت تأثیر و فرماندهی ناخودآگاهش داره این کارو میکنه بدون که بدونه. برای همینه که ما یک جایی میشنویم که میگن انسان بد وجود نداره، انسان‌ها بد نیستن. در واقع خدا عادت نداره بد خلق کنه. میدونید انسان‌ها یا مریضن یا نابالغن و یا شرطی شدن، با عادتهای بد عادت کردن. میدونید اینجاست که خانم هورنا میگه از برتری طلبی و از مهرطلبی وقتی به نتیجه نمیرسه، میره سراغ یک وسیله سوم، یک راه سوم، و اون راه سوم عزلت طلبی است، گوشه‌گیری، و شروع میکنیم در واقع از جامعه و از محیطش خدمت شما عرض کنم که فاصله گرفتن و گوشه‌گیری کردن و درونگرا شدن، به درون خود بازگشتن. دریغ از این که خیلی خیلی سخته که بتونه اونجا هم آن چیزی رو که به دنبالشه بدون کمک به دیگران، بدون نیاز به کمک دیگران، بدون اینکه خدمت شما عرض کنم که یک روانشناس، یک مشاور خوب در کنارش باشه، نمیتونه موفق بشه. عرضم به حضورتون که حالا من حتما راجع به این قضیه خیلی خیلی صحبت خواهیم کرد. جلسات ببین بحث اضطراب و استرس اینقدر طولانیه که میشه کتاب‌ها در موردش نوشت، میشه ساعت‌ها راجع بهش صحبت کرد. میخوام یه مقدار در رابطه با کنترلش رو توضیح بدیم. فکر می‌کنم یه توضیح کامل و مفید داشته خواهش کنم. حتما راجع به کنترلش هم صحبت خواهیم، اما قبلش بذارید من یه چیزی رو بگم. چیزی که خیلی مهمه امروز، شاید برای شما این اتفاق بیفته، خیلی ها هنوز فرق اضطراب و استرس رو نمیدونن. فرق بینشون هست یعنی چیزی که بله قطعا. بله ببینید اضطراب به نام انگزایتی توی در واقع زبان انگلیسی مشهور هستش به در واقع انگزایتی، و استرس که همون معنی در واقع به فارسی میشه فشار روانی. این دو تفاوت‌های عمده‌ای دارن. می‌دونید برای خودم هیچ وقت سوال نبوده، به خاطر اینکه هیچ موقع بهش اشاره‌ای نشده که فرق دارن دو تا مسئله با هم دیگه، واسه همین تعجب کردم که گفتین. خواهش می‌کنم، تقصیر نداره. خیلی وقتا من تو محافل علمی، توی تلویزیون، توی سینما، توی رادیو، من خیلی وقتا می‌بینم اصلا
کاملا این دوتا رو انگار فکر می‌کنم دوتا کلمه مترادف یکسان میدونن دقیقاً. نه دوتا کلمه مترادف نیستن. انگزایتی یعنی اضطراب، یعنی دلشوره. استرس یعنی فشار روانی. فرقشون چیه؟ ببینید در اضطراب همونجوری که خدمتتون عرض کردم، البته میگم ساعت‌ها راجع به این واقعا راجع به این موضوع اضطراب صحبت کنیم که چقدر علت العلل بیماری‌های مختلف روانی و حتی جسمی هستش. من قبلا هم گفتم و حتما در آینده راجع به این موضوع خیلی صحبت خواهیم کرد که بسیاری از بیماری‌های جسمی که اکنون بشر دچارش میشه به دلیل ضعف سیستم ضعف سیستم ایمنی هستش و بزرگترین علت ضعف سیستم ایمنی ضعف روانی هستش. اینا چیزایی که امروزه خیلی داره روش کار میشه. خیلی من حتما تو جلسات متفاوت راجع به اینا صحبت خواهیم کرد. اما بذارید من تفاوت اضطراب و استرس یک بار برای همیشه بگم. بفرمایید. اضطراب یک امر در واقع یه جوری میشه گفت خود ساخته است، از درون به بیرون. یعنی مثال دارم میذارم براتون. شما یک جلسه، یک امتحانی دارید، یک معامله‌ای میخواید انجام بدید، جلسه خواستگاری دارید، نمیدونم خیلی از این مسائل این شکلی. زمانی که در واقع منتظر هستید و احساس خطر شکست، خطر در واقع ممکنه من در این موضوع شکست بخورم، در این موضوع دچار شکست بشم، ترس از شکست در شما یک دلشوره‌ای رو وجود میاره. حالا روانشناسای مختلف راجع به این قضیه صحبت‌های مختلفی می‌کنن. میگن اضطراب هم خودش باز شکل‌های مختلفی داره. یک اضطراب در واقع همین چیزی که من به شما گفتم، اضطراب نرمالی است که همه مردم طبیعیه که هر آدمی وقتی در مقابل یک امتحان، در مقابل یک در واقع خدمت شما عرض کنم که تستی قرار میگیره، دچار یک اضطراب طبیعی میشه. همه من شما ممکنه برای در زمان شروع این برنامه، در زمان اجرای این برنامه واسه همه ما پرسیدم دقیقاً مسئله بود. چون داریم میبینیم و خودم حالا تجربه کردم، هم بچهای پشت صحنه واسه همین اول از برنامه کنترلشو پرسیدم ازتون. آفرین. میدونید واقعیتش میخوام اینو به شما بگم، برای اینکه همه ما از ببینید مورد قضاوت قرار گرفتن نگرانیم که آیا دیگران الان راجع به من چه قضاوتی میکنن. میدونید این همون اضطراب است که یه مقدارش طبیعیه که اگه نباشه من تلاش نمیکنم برای که خوب باشم، خوب بپوشم، خوب صحبت کنم. در واقع اینا چیزای طبیعیه. اما زمانی عصبی میشه و زمانی روانی در واقع به عنوان یک اختلال روانی ازش نام برده میشه که از حالت طبیعی خارج میشه. میدونید اضطراب میتونه حتی شما رو دچار حال تهوع کنه، سردرد، سرگیجه و اینا چیزای واکنش‌های جسمی اضطراب هستش. همونجوری خدمت رو عرض کنم، ترس از امتحان، ترس از معامله، یا خدمت شما زمانهایی هست شما اضطراب دارید به دلیل به قول فروید میگه مقابله و در واقع روبرو قرار گرفتن خود و فراخود. فراخود رو همینجوری که میدونیم به عنوان وجدان یا در واقع هوشیار اخلاقی ما در ناهوشیارمون، ببخشید در واقع شکل اخلاقی ما، وجدان اخلاقی ما در درون ناهوشیارمون به عنوان فراخود ازش نام برده میشه. زمانی که شما به صورت میدونید یک احساس گناه میکنید، یعنی یک کاری انجام میدید بر اساس ارزش هایی که در اون جامعه در واقع شما خدمتتون عرض کنم که به شما ارائه شده، در جامعه دارید زندگی میکنه. از کودکی شما با یک سری اخلاقیات، با یک سری فرهنگ ها، با یک سری ارزش های دینی که حالا بستگی به اون جوامع متفاوتی که داریم درش زندگی میکنیم داریم و این میتونه در شما اضطراب ایجاد کنه. یعنی یک کاری انجام میدی که به لحاظ در واقع نقطه مقابل ارزش های شماست، مخالف ارزش های شماست. این هم میتونه اضطراب ایجاد کنه. اما اضطراب مریضگونه است که ما داریم ازش حرف میزنیم، اضطرابی که شما را از حالت طبیعی خارج میکنه.
حالا من اینجا خدمت شما عرض کنم که نمیخوام خیلی وقت بینندگان عزیزم بگیرم خسته کننده باشه، چون دوست داریم که خواهش من برنامه خیلی در واقع بیشتر اثرگذار باشه و کاربردی باشه. حالا من قصدم اینه که در چند برنامه اول به صورت کلی و به صورت خلاصه یک سری تفاوت‌ها و یک سری تعریف‌های عمومی روانشناسی رو خدمت دوستان بگم، هرچند من همونجوری که تو برنامه مختلف هم گفتم و بازم اشاره میکنم، دوستانی که ما باهاشون در امروزه در واقع ارتباط هستیم و میبینیم و در سطح جامعه میبینیم، خوشبختانه اطلاعات روانشناسی خیلی زیادی دارن. گرچه که من همواره تاکید بر این همیشه تاکید میکنم که آگاهی داشتن صرف معنیش در واقع موفقیت، معنیش در خدمت شما عرض کنم که سطح روانی مطلوب نیستش. حالا اون اصلا یه بحث دیگه است. بیایم سر استرس. استرس یک فشاری هست که از بیرون به شخص، به خود در واقع وارد میشه. مثلا شما در یک جامعه زندگی میکنی که قوانین اون جامعه، اخلاقیات اون جامعه، فرهنگ اون جامعه متناقض با خواسته ها و امیال درونی شماست. شما رو کنترل میکنه. یا شما در عرضم به حضور شما که محیطی هستی که ببینید خیلی جالبه، اینا اصلا با هم متفاوته. محیط استرسایی شرایط از بیرون برای آدم. آفرین. میخوام بگم هم روحی روانی رو بگم، هم به صورت فیزیکی. ببین در یه محیطی هستی که خیلی بوی بدی میاد، بسیار بوی شدیده، بوی بدی میاد. هممون بودیم توی محیطا، مثلا محیط بیمارستان یه محیطیه که طبیعتاً استرسه واسه هر بله خواهش کنم. دقیقاً همینطوره. یا مثلا کفش تنگه و داره پاتو اذیت میکنه، تو خیابون داره راه میره. یا اینکه هوا خیلی سرده و شما لباس متناسب بده. اینا همشون میشن استرس. یعنی یک فشار روانی بر جسم شما وارد میشه که جسم شما رو از حالت تعادل خارج میکنه و به یک بی‌تعادلی میبره و شما به محضی که، حالا فرق اضطراب و استرس اینجا خیلی قشنگه بهتون بگم، به محضی که شما از استرس خارج میشی، یعنی کفشتو پاتو از کفشت میاری بیرون، به محضی که وارد محیط گرم میشی، به محضی که از محیطی که بو میده خارج میشی، از فرهنگ، از جامعه‌ای که درش تحت فشاری خارج میشی، بلافاصله به قول خودمون یه نفس راحت میکشی، اون درگیری و فشار ذهنی از بین میره و راحت شدن و بلافاصله آثارش از بین میره. حالا اگر آثار جسمی این اگر به صورت مزمن باشه و به صورت همیشگی باشه و این طولانی مدت در شما وجود داشته باشه این استرس، حالا بعداً خواهم گفت که گفتم هم اضطراب هم استرس منشأ بسیاری از بیماری‌های روانی و جسمی هستن، به خصوص وقتی به صورت طولانی مدت شما درگیرش باشید. بذارید من شاید یه چیزی رو، یه مثالی بزنم، شاید مثال قشنگتری باشه. وقتی شما در اضطراب در واقع مداوم هستید، درست مثل اینه که تو آب جوش زندگی کنید. آبی که سرده و رفته گرم میشه و به جوش تبدیل میشه و شما رو میپزه. میدونید سیستم ایمنی شما رو دچار ضعف میکنه، باهاش بزرگ میشین یه جوری. پس یه بار دیگه به صورت خلاصه میگم، اضطراب از درون برمیاد، خود ساخته است، ترس من از موقعیت ناشناخته است، ترس من از موقعیت مبهمه، ولی استرس از بیرون میاد، یک فشار روانی هستش که از بیرون به انسان وارد میشه و تعادل روانی شما، تعادل حتی جسمی شما رو اول به هم میزنه و بعد تعادل روانی رو. این فرق اضطراب و استرس هست. با توجه به صحبت شما فکر می‌کنم کنترل اضطراب باید خیلی سخت‌تر از کنترل استرس باشه، با توجه به اینکه از درون شکل میگیره. کاملا همینطوره. بعد برای کنترلشون حالا باید چیکار کرد؟ چیزی که از درون هستش و نسبت به استرسی که از بیرون شکل میگیره، خب میشه شرایط بیرون راحت‌تر تغییر داد نسبت به ذهنی که از بچگی واسه ما ساخته شده در اصل. خدمت شما عرض کنم که خیلی سوال قشنگ و هوشمندانه. سلام. ببینید عرضم به حضور شما که
بحث استراب و استرس یه بحث کنترل هستش که امروزه داره مطرح میشه. ورزش کنیم، نمیدونم در موارد حادش یه سری داروهای ضد اضطراب بخوریم. برای استرس که میتونم به جرئت بگم که داروی خاصی نیست. برای استراب بله، استراب چون در واقع واکنش بدنی جسمی خیلی بیشتر داره. شما زمانی که در یک جامعه هستی که در واقع قوانین و فرهنگ اون جامعه در تضاد با امیال انسانی شماست، شما قرص چطوری میتونید فقط نمیشه کارش آرام بخش بخوری بخوابی و بعد اون درمان نمیشه. در اضطراب هم همینه. در اضطراب فقط گاهی در مراحل حادش به خصوص زمانهایی که امتحان و فلان اینا گاهی اوقات با خوردن داروهای ضد اضطراب این رو کنترل میکنن، اما با ورزش هم میشه اینو کمترش کرد. چه اضطراب و چه استرس رو کنترل تا حدودی کرد، اما نمیشه از بین بردش. اولین چیزی که الان اینو گفتیم به ذهن خود من که حالا درگیر این مسئله نیستم رسید اینه که خب قطعا انتخاب اول هر کسی دارو نیست. چیکار میشه که اگه نخواد کسی؟ من برخلاف شما اعتقاد دارم خیلی فکر میکنن که دارو بهترین، یعنی راحت ترین راهه و برای همین فکر میکنن که عرضم به حضور شما که زمانی که میخوان برای راحت بشن از سر اضطرابشون خیلی راحت با خوردن یک دارو و خوردن یک قرص خودشون رو راحت کنن، اما واقعا اینجوری نیست. اینو عرض کردم خدمتتون چون معمولا عواقب بعد این قرصا و داروها رو دیدیم همون تو جامعه خیلی تاثیر زیادی داشت. عجیب و غریب. داروهای روانگردان اولین تأثیری که میذارن حالت تعادل روانی شما رو به هم میریزن. من اینجا نیستم که بیام راجع به این چیزا نظر بدم چون اون تخصص دوستان روانپزشک هستش، من خیلی نمیخوام راجع وارد این حیطه بشم اصلا. ولی داروی روانگردان، یعنی روانگردان دیگه معنیش مشخص است، میدونید؟ فقط در مواردی که برای کنترل یک بیماری، حتی بیماری داروی ضد افسردگی، داروهای ضد اضطراب، داروهای اکثر بیماری‌های در واقع روانی با دارو فقط قابل کنترلن. تقریبا میتونم بگم که اگر ریشه استرس، ریشه اضطراب، ریشه افسردگی شناخته نشه و از بین نره، البته به شما بازم تکرار میکنم، ما این اضطرابی که صحبت داریم ازش میکنیم منظورم اون اضطراب نرمال طبیعی که همه ما داریم و باید داشته باشیم، یه چیز طبیعیه، اون نیستش. درسته. و حتی استرس هم در این حالت معمولش شما وقتی در یک کشور سردسیر زندگی میکنید معمولا ناخودآگاه از بیرون شرایط سرما رو شما تاثیر میذاره. اینا من منظورم اینا نیست. اون استرس هایی هست که به صورت مداوم و همیشگی و غیر قابل در واقع گریز ازش آنورمال قالب زندگی ما شده. در واقع شما نمیتونید ازش فرار کنید. برای درمان این نوع بیماری های در واقع اضطراب و استرس روانی در واقع خدمت شما عرض کنم مزمن، باید علتش مشخص بشه. اول پس نکته اول اگه بخوایم دارو رو بذاریم کنار باید علت این مسئله رو مشخص کنیم. من حتما در برنامه آینده خواهم گفتش که بزرگترین تراژدی عصر حاضر چیه و چرا اینقدر انسان ها دچار اضطراب هستن. استرس رو من اصلا یه چیز جداگانه میدونم. چرا اینقدر دچار اضطراب هسته؟ یه قسمت کوچیکشو گفتم که خانم قرنایی میگه که ما به چیزهایی که به اون املاح و مواد و ویتامین های روانی که احتیاج داریم در دوران نوزادی و در دوران کودکی و حتی در دوران در واقع حاملگی و زندگی حاملگی در واقع در درون مادر نیاز به اونها داریم، وقتی داده نمیشه شاید تا سالهای سال اگر از راه درستش نریم. درست ببینید، خیلی ساده به شما میگم، یه درختی وقتی ناقص بزرگ میشه خیلی سخت میشه دیگه اون درخت رو. حالا من یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنم، انسان درخت نیست، انسان خیلی چیز متفاوتیه. آیا اریک برن میگه که خیلی جمله قشنگی داره، میگه که یکی ازش میپرسه آیا، چون اریک برن اعتقاد داره که تمام نمایشنامه زندگی هر انسان در 6 سال اول زندگیش نوشته میشه.
و بعد برای تکمیل این در واقع گفته خودش میگه که سرنوشت را میتوان از سر نوشت. یعنی یک بار دیگه سرنوشت رو بسازیم. یعنی معنیش این نیست که پس من اگر تا 6 سالگی تا 10 سالگی اینجوری زندگی کردم، خب بیام بشینم بگم خیلی خوب دیگه پدر و مادر من اونو ندادن اینو ندادم، خب ادامه زندگی منو همینطوره و ناامید بشه درست. نه، راهکار داره، تمرین میکنیم، انشالله با هم هستیم در این ادامه سلسله برنامه‌ای که داریم. انشالله حتما ما برنامه‌هامون به سمت کاربردیش گفتم ما یک سلسله برنامه‌ای خواهیم داشت که یک سری تعاریف اساسی رو انجام بدیم، دوستان در جریان قرار بگیرن. بعداً ما در سلسله برنامه‌های خیلی که در خدمت دوستان خواهیم بود در این کانال تلویزیونی که ما اسمش هم گذاشتیم سایکو اسپورت کلاب، باشگاه ورزش روان. اینجا همونجاست. اینجا باید دوستان بیان ورزش کنن، روح و روانشون رو با تمرین، با ورزش، هیچ رفتاری، هیچ عادتی با خواهش تمنا، با قرص از بین نمیره. فقط با تمرین و ممارست. بازم در خدمت شما. درود بر شما. خیلی محبت کردین، توضیحات خیلی کامل و مفید دادین. هم خود من خیلی لذت بردم، هم مطمئنم بینندگان عزیز خیلی لذت بردن. صحبت پایانی اگر هستش در خدمت. خواهش می‌کنم. امیدوارم که سلسله برنامه‌های ما مورد توجه دوستان قرار بگیره. من خیلی خوشحال میشم که بازخوردشون رو ببینم. اگر در واقع نظری دارن، اگر انتقادی دارن، ما خوشحال میشیم. اصلا اینو بدون تعارف میگم، بدون هیچ گونه خدمت شما عرض کنم که رو در وایسی لطفاً انتقاداتشون و نظراتشون رو، من جلسه اولم گفتم و بارها بازم اینو تاکید میکنم، ما علامه دهر نیستیم، ما همه چیز دان نیستیم و امروزه میدونیم که علم بشر تخصصی شده. شما 10 سال قبل، 20 سال قبل و سالهای قبلترش یک پزشک بود همه چیز رو درمان میکرد. دقت میکردید میدید که نوشته نمیدونم قدرت و فلان و فلان و فلان. الان دنیا به سمت تخصصی شده. هرچی میریم جلوتر در واقع علم ها تخصصی تر، من نمیخوام و دقیق تر. بله دقیقاً. ما ادعا نمی کنیم که تو همه چیز متخصصیم، ولی آن چیزی که میدونیم رو سعی میکنیم که خوب انجام بدیم، بتونیم کمکی بکنیم. در خدمت شما هستم. بزرگوارین سلامت باشی. بینندگان عزیز خیلی خوشحالم از اینکه نگاهتون رو به ما تقدیم کردین. سپاسگزارم. شبتون بخیر. سلامت باشید. منم خوشحال شدم. امیدوارم که ببینمتون. روز و روزگار به شما خوش.